پروژه اوشن یا اقیانوس یکی از منحصر به فردترین پروژه های کشور قبرس شمالی و منطقه اسکل است. این پروژه با الهام گرفتن از کشتی کروز و حال و هوای اقیانوسی تلاش میکنه محیطی زیبا و سرشار از آرامش داشته باشه. رستوران اصلی این پروژه که نمای شبیه کشتی کروز داره به عنوان امضای این پروژه شناخته میشه و با امکانات تفریحی که داره و رستورانی که زیر آب قرار داره محیط بسیار دلنشین رو برای ساکنین این پروژه فراهم میکنه. پارک آبی مجهز و امکانات بازی امن برای کودکان و چندین استخر سرباز و سرپوشیده، انواع مغازه‌ها و رستوران‌ها و کافه‌ها تنها بعضی از امکاناتی هستند که این پروژه به ساکنین خودش ارائه میده. اما ورزشکارا میتونن از سالن‌های بدنسازی مجهز، زمین‌های بازی فوتبال، والیبال، بسکتبال، تنیس و مسیرهای اسکیت و چرخ سواری این مجموعه استفاده کنن. یه زمین مینی گلف و سالن اسپا هم در اختیار ساکنین این پروژه قرار داره. خب تا اینجا اگه سوالی موردی هست برام کامنت کنین که بهتون جواب بدم. بهترین متریال و فرنیش هم در اختیار شما قرار میگیره. از طرفی در فاز 3 این پروژه یه باند درون نفربر هم وجود داره که هم توریستا هم فوریت‌های پزشکی میتونن ازش استفاده بکنن و یه هایپرمارکت اختصاصی هم داره. داخل اپلیکیشن میتونین سفارشاتتون رو بدین که از طریق بالکن خونتون به وسیله همین درون‌های نفربر تحویل میگیرین. حالا ممکنه بگین که درون چیه؟ درون به این پرنده های بدون راننده داخل کابین میگن. در کل اگه دنبال یه زندگی پرآرامش، لوکس، راحت هستین، پیشنهاد ما به شما پروژه اوشن هست. من و همکارانم آماده پاسخگویی به شما دوستان عزیز درباره شرایط این پروژه